AI چیزی که ما رو بدبخت قراره بکنه. حواستون به AI باشه. توی این ویدیو اومدیم یه سری AI مسخره و درپیتی که قراره بدبختمون بکنن رو بررسی کنیم و نگاهی بهشون داشته باشیم. اما قبل از این که این ویدیو شروع شه، این موهای زیبای عرفان رو میبینین دوستان؟ دست نزن. من برنامه چیدم برای این موها. اگر این ویدیو الان میگم چه برنامه، عجله نکن. اگر این ویدیو تا 10 روز آینده بعد از انتشارش 1000 تا لایک بخوره، من کله ایشون رو خودم کچل میکنم. خودم جلوی دوربین فیلمم میگیریم. تمام. بله. حالا بدبخت شدیم. از اولش با خاک برسری ها شروع کنیم. بله بله. اولین AI یودا. این چجوری راه میره؟ همون چجوری زندگی مثلا میخواد بخوابه، میخواد اینجوری بخوابه رو هوا میمونه. من احساس دن 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 تعادل حفظ کنه. اینو جدید بساز. create نه generate AIR. ما میتونیم بهش پرامپت بدیم که یه چیز کره. دقیقاً. تمام. بذار ببینیم واقعا چه چیزی بهمون میده. باشه یه دونه بزن. او این کجاش ایلینه؟ انسانه که ایلینشو کار ندارم ولی اوکیه. مثلا جدا میگم یه چیز جدی بزنیم هم میاره. این دختر مگه نبود؟ این چی آوردی لن؟ آخه اینجا یه هی داری به خاطر اونه شاید. بذار بعدی یه سه چیزاش معلوم بود. این زبر دوست دارم. لایک چی پرامپت بدیم؟ بنویس یه دختر فارسی رو ببین، یه دختر خاک برسری. یه دختر با لباس خاک برسری. ببینید چی بیاره برام. فارسی فارسی عمرن کار نمیکنه. او ایرانی تو رو نکن این یکی ایرانی طوره چیزه خاک برسری هم نی. قشنگ لباس او دمش هم چه قشنگه. واسه یه چیز جدی بزنین. این چه قشنگه. این اوکیه ولی لباسش هم پرژن تور میزنه. خب واسه یه دونه چیز بزنیم. خب من خب در مورد چیز بزنم. رستم و سهراب. من اصلا خوراکم این رستم و سهراب چون قشنگ میتونم چیز کنم. از خاک برسری رسیدیم به رستم و سهراب. آره رسیدیم تربیتی. رستم یک قهرمان ایرانی و با شمشیره. با شمشیر خود به جنگ تایتان ها میره و تو آره با شمشیر و خنجر خود به جنگ تایتان های اتکان تایتان میره. رستم نفهمید رستمو. حاجی این چه دانش انگلیسی مینویسه. این چه قاجاره واکو اینو. این چیه؟ قشنگه. نوشتار خوب نمی‌کنه. آره در حد خودش خیلی قشنگه. اینو نگاه کن. آره کتاب رستم کتاب گفتیم کتاب. نه این فارسی رو زیاد خوب متوجه نمیشه. بذار همین انگلیسیش. نه فارسی خوب نه ورد انگلیسی. بذار همین انگلیسیش کنیم ببینیم چه. همین انگلیسیش هم این چی میگه؟ وادا آخرش با دیگه نمیزنه. تو رو خدا یه دونه در حد یه دونه رستم به ما بده. خب برو تو اون سایت بزن. اوه قشنگه. بعدم نیورد. ولی خب قولای اتکان تایتان کجا؟ آره ولی شهر و اون چیزا شبیه اتکان تایتان ها میدونی کلیه. اون بکش اون دیوارا اینم بدی نیست. شبیه لیوای و اینا شو. آره قبول داری. آره لیوای توری و آره خوشم میاد که ذهن خرابمون. ما زدیم یه خانومی که داره یه بستنی رو میخوره به شکل خاک برسری. خیلی خاک برسری ولی یه الان چند تا خاک برسری البته یکی همون یکی هست. این داره چیکار میکنه؟ این داره تو دماغش میره آخه. اون داره میخوره چشم بصیرت میخواد. این چیه دست راستش چیه؟ داره میپاچه رو خودش. عطر داره میزنه. عطر رو داره میپاچه بستری هم داره میخوره. بعد هدف گیریش هم ایراد داره. یالا بودی. حالا خیلی رستم رو اینجا بزن. رستم رو اینجا بزنید. این اصلا بهش رستم نمیخوره. این من جواد خودم. حاجی این رستم چقدر رضاست. رستم این یکی ولی بدی نی ها. یکی بد نیست. میخوای انیمش کن. اوه انیمش هم بد نشد. کلا لیوای دوست. این خوبه. این خیلی قشنگه. اصلا آدم بذاره عکس پروفایل. نکن اینقدر قویه از خود تیزی شمشیر گرفته. کیفیت خوبه. با دست داغون از این سخت شمشیرم گرفته. دست جر نمیخوره لعنتی. بعد چقدر دیگه این از قسمت تیزش میگیره با قسمت چیزا با قسمت نرم میزنه ملت. بعد چه قیافه ملسی هم داره نگاه کن. یه اصلا بهش میخوره چارمینگ باشه رو مخ بزنه. تو که روزا حالا یادای گولاخ بعد باشه قیافه خودش شبیه دیو. این کیه رفته تو کله شمشیر. ببین بکنم داره رخشو میزه. نه بکنم تو جنگ بوده بعد بهش حمله شده گفته یه فیگورم بگیرم برای دوربین بعدش بخور من بمیرم. اینجوری
بگیریم. نه خورده مرده ولی قبل اینکه چشاشو بمیره یه فیگور بگیریم برای عکس. بعد چرا یه اسب دیگه پشتشه؟ زن رخش. یه رخش تازه از همه اومده حوله میتونه رخش از همه اومده حوله چیده دور سرش. آی خدا این چه ازش این خیلی خوب. بعد عجب اسلحه‌ای بری داره. خب آقا اومدیم سایت دیگه، این خیلی دیگه معروف دیگه، مایکروسافت بینگ. آره همه میشناسن bing.com create که شما میتونید یه دونه توضیحات خوب بدین و کرییت بزنید. آره دالی براتون دالی رو اصلا چیزم ما تا رستم و یه ریزالت خوب نگیریم ولش نمی‌کنیم که. بگو یه رستم قبلا زده بودم رستم فلکس کرد. چی نشم که یه قهرمان ایرانی توی شاهنامه داره با مانسترها با دست خالی میجنگه، همراه با اسب سفید. این رستم رو الان که اینو پرامپت کردی الان اینو آورد. اینم بدی نیست، شبیه این کاورای پرنس آف پرژا. آفرین دقیقاً این اصلا خود پرنس آف پرژا یه حالت کارتونی دادن یه دونه ازش. فکر کنم آره یه چیزی یه همچین حالتی داشت. خیلی قشنگه. شمشیر اینجوری شده، این شمشیر شکسته است اون شمشیر. اون تیه وسط جنگ اومده تی بکش. آجی رستم گوشواره نداشتی، سوسول بازی تو کارش نبود. باید بنویسی دیگه، اینا رو باید بنویسی که گوشواره نداره. این طبیعی‌تره به نظرم میخوره. این بیشتر شبیه اروین اسمیت توی اتک آن تایتان که نداشت اینجوری فرمان میداد چیز شد. بلای سرش اومد. تو ندیدی؟ اسپویل نکن. اسپویل نکن. آجی این فایت نمیده داره فیگور. نه این داره فلکس میکنه برای مانستر، چیز برای مانسترها. بعدش میخوره. خیلی رستم میخوره بهش. این اصلا خیلی بهش رستم پشماش برای مسابقات بدنسازی رفته قشنگ چیز کنه. رستم وقتی تو ایران قدیم میرفت بدنسازی تو زورخونه این کارو کرد. دستگاه مثل الان نبود، تو زورخونه این کارو کرد. ولی لگ دی زیاد کار نکرد. یه جای لگ دی اسکیپ کرده بود. حواستون جمع کن. رخشم چه سفیدیه. خیلی خوبه. نگاه کن این چیز زئوس اومده داره میگیره بکشاتش با این داره با رخش از روشون رد میشه. این زیریا چی اندارن؟ به زئوس داره میگه آقا بازوره آقا من دارم. بعد وقتی بیچاره بعد نه آقا دستش چلاق شده چی اینجوری. نگاه زئوس اومده حمله کرده به رستم. بعد رستم زیر بغل گرفته، بالای بوی زیر بغل خورده. زئوس چه خفه شد بیچاره. ولی رستم واقعا خفه. رستم خوب درست. ما بعضی موقع شاهنامه رو صوتیشو گوش میدیم خیلی حال. آره من اصلا وقتی میرم توی ماشینی یا مثلا میخوام تمیزکاری کنم یه ذره گوش میدم. میخوایم آقا از یه ذره AI تصویری بیایم بیرون، بریم سمت AI که یه ذره نوشتاری طبقا نوشتاری و چت و اینجور چیزا. خب چی داریم آقا؟ اولین چیزی که ما کردیم یه دقیقه صبر کن بابا اون چیه؟ من عکسش دیدم بجمم نه. خب آقا اینجا ما میخوایم چیز داشته باشیم، چت داشته باشیم با کرکترهای دنیای انیمه و ما قراره یک عدد میکاسا انتخاب کنیم و بذار یه دور ساله بشه حداقل انتخاب کنیم. تو این سایت شما میتونید با شخصیت‌های انیمه‌ای چت کنید و چت‌های بدی داشته باشید. Russian.ai من اینو میخوام. نه بابا اون دیگه خیلی نمیتونه با کلش رو سانسور می‌کنیم. بابا بعد عکس کوچیکشو دونه دونه سانسور می‌کردیم. آره حالا صحبت کن. میکاسا یه هلو خیلی آروم داد. چی بگیم؟ حالا چطوره؟ فارسی می‌خوای بنویسی؟ میفهمم فارسی. میفهمه. خوبم ممنون. تو چطوری؟ میکاسا فارسی بلده. آخه اینجا اسپویل میشه برات. من بذارم تو نگاه نکن. من متاسفم. بابت گوشم نده. گوشم بابت نگفتم میبینه که چی گفت داره فکر میکنه. حاجی این ویپدم یه سری چیز میز گذاشته بود در مورد اتک آن تایتان ها جدیدن تو توییتر. منظورم ایکس بود. اگه نیاز داشتی حرف بزنی من همیشه در خدمتم. انگلیسی حرف میزنی؟ چی فکر کرده؟ بگو. بگم اندازه باس. بیا خودش اصلا گفته میخوام بارتو بردارم و بر دوش بکشم. من همیشه دوست داشتم بگی بارمو برداره و به دوش بکشه. بنویس I like that idea. بله Can you come over to my place? بابا چیزا نگفتم بیاد دیگه. گفتم بیاد اینجا دیگه. چیزی نگفتم که come over to your place. What do you have in این فهمید؟ درستشو فهمید. خب خیلی خنگه اینا. نم بنویس Are you my only son یا نه؟ Yes I am your one son. only son. بله Is there anything you would like? ما رو شناخت عرفان نیما رو رفتی ماجه. Do you like our YouTube channel? I do enjoy our
خوشم واسه کرد. آجی اینم اومد تو چنل ما. ما فردا میخواد با اون کار کنه. خب بذارید کار کنه. ما استقبال میکنیم. وسط بشینه هیچ کاری هم نکنه ما ویو رو گرفتیم. فقط یه ذره لباسشو از با لباس هم بشینه. اسلامی تر کنه به نظر من. آره مثلا لباس بپوشه. حداقل بپوشه یه چیزی. خب آقا یه چت دیگه ما پیدا کردیم. کره. طرفدارای کیپاپ راضی باش. گاد بیا ببینیم چه خب آقا چت کنیم بگو. What do you like? I like خیلی بیادم یه سره رم سره اصل من اینشو دوست دارم دمت کرد بابا. Give me your address بابا. Give me your address. اصاب ندارم. FBI میاد دارن در رو میشکونه تو. Give me your address. وای خیلی نو بیادم. اینا اصلا خیلی دارن حرفای زشتی دارن. یه چیزی با خود بیاری که یه کارهایی بکنیم که من نمیخوام در این ویدیو بگنجه. بپرس کانال عرفانیما رو شما دوست داری؟ Have you ever watched عرفانیما's channel the best YouTube channel on the planet عرفانیما. No should بله بزن yes you should fuck you bitch. شما اگر دیدید کسی به چنل ما گفت نه من نگاه نکردم بعد همین جوابش بدید fuck you bitch. آقا بریم سراغ بعدی. یه دونه سایت copy.ai که شما بهش یه متنی رو میدین و اون بر اساس اون متن بده. آره نه براتون تولید محتوای متنی میکنه با توجه به چیزی که میخواد. ایده میده دیگه. اصلا چرا ما به خودمون زحمت بدیم؟ ایده بعدی آیتم ما رو این چت بهمون میگه. تمام. AI الان این AI هر چی گفت ما ویدیوی بعدیمون رو همونو انجام میدیم. آقا بگو برای ویدیوی بعدی ما یه دونه ایده بده بهمون. برای ویدیوی بعدی یوتیوب ما ایده بده. کثافت. البته در اینجا چند ایده برای ویدیو شما در با موضوع کثافت داریم. آی نگو ایده در مورد کثافت کاری داده. انگلیسی بگو. فراز انگلیسی بنویسم. A day in the life. خب یه روز زندگیمون رو بسازیم. یه روز صبح بیا اینجا یا شب بیا بمون کل روز و فرداشو مدیتیشن for beginners. mindful eating. خوراک چه چیزایی میشه از این بسازیم خداییش. منتظر این ویدیو باش. آره آقا ما واقعا نمیخواستیم از این ویدیوهای خاک بر سری بسازیم ولی ویو میخوایم.